دوستان سلام، چطورید؟ امروز خوراک لوبیا چیتی داریم با قارچ، بعد آب لیمو هم میریزیم، ترشی هم حس و ترشی و پیاز و خیارشور و هر شب به راه کباب و جوجه کباب به راه، بعدش هم یه چیز دیگه به راه. الکی آقا اینا هم معروف نکنی، بازی یارو مرده عجب سیسیه. یا یارو مرده هی آو میکرد، معروفش کردی تو هیچ. خوراک لوبیا چیتی خیلی ثواب داره میگن خوردنش، خیلی هم خوشمزه. ترکای ترکیه خوراک لوبیا چیتی رو با برنج میخورن، کارشون اصلا اینه. ما دوست دارم با نون بخورم. خدا شکرت از این همه نعمت. بذارم حالا ترشی بخورم برام با ترشی چجوری میشه. سرباز که بودیم، یعنی دوستای سرباز که داشتم و اینا، لوبیا چیتیا با تون ماهی قاطی میکردن، یه قیامتی میشد. او وای 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 خیلی خوب بود. بعد بادمجونم با لوبیا چیتی ما دیدم قاطی میخورن، خیلی خوشمزه. خدا شکرت. ان